سلام من ریحانه هستم و خوش اومدید به ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو متاسفانه تا وجود نه یعنی حضور نداره و قراره که گیمباب یه غذای کره‌ای درست کنیم. توی این ویدیو وسایلاشو آوردم، بایستیم نشونتون بدم. خب بچه این وسایلا رو آوردم، نمیدونم الان دیده میشم یا نه. وسایلای دیگه‌ش هم که طبقه بالاست، برنجشو گذاشتم داره میپزه و این پلاستیک در ادامه براتون توضیح میدم که میخواد چی بشه. اینم که وسط راه افتاد زمین و الان برم بشورمش. آخر ویدیو هم یه فیلمی هست کلا آموزش کاملش براتون میذارم. یه دقیقه اینو برم بشورم. اینجا کلا طبقه پایین رو خونم و من اینجا میومدم درس میخوندم و فیلمی که دیدم انگار ما جلبک نداریم، اونا شبیه سوشیه و اولین باره که میخوام بخورم. همونطور که از تایتل و تامنیل دیدید این برنامه قراره چندین قسمت داشته باشه اگه شما استقبال کنید. و اول اینکه این هنوز یکم یخ داره، یخاشو باز میکنم، یعنی وای میستم که یخاش باز بشه. وای چقدر سوتی میدم. و اینو که حالا قیچی کردیم، این شیشه یا ولی خیلی استحکام داره، محکمه و برنجا انگار دمی نیست. عکسشو یا اینجا براتون میذارم اون عکسشو. برنجش بعد نیم دانه باشه، خیلی کم درست کردم چون بار اوله. بعد نیم دانه از این کوچیکا دیگه خودتون میدونید از اونا باشه، ولی خب ما نداشتیم از اونا. من یکم اومدم بعد این قرار تخم مرغم بزنیم بهشون. حالا با اینا رو برم خالی کنم. اینو بعد کامل اینجوری پوست بکنیم، یعنی حتی الان پوستش هم کندیم دوباره پوست بکنیم که میخوایم بذاریم لای برنجامون. ولی فکر میکنم یکم کلوفتر باشه بهتره. این همینجا میذارم از قبل پوست کندم اینجوری. میتونید بپذیرید که من پخته دوست ندارم، اولین بارم است میخوام غذای کره‌ای بخورم. پخته نباشه یه وقت، پخته اصلا خوشم نمیاد. به نظر من اینقدر خوبه. من هویج اونقدر هم دوست ندارم. این یه روش یاد دارم اگه الان جواب بده. یک اشتها هم الان اینجا بود. البته سر ویدیوی 3 روز پیش که گرفتیم، حالا عکسش یا اینجا براتون میاد. راز بقا بود، خیلی باحال بود. اونم قراره ادامه داشته باشه فیلمش و هر دوتامون نریز شدیم سر اون ویدیو. الان من یکم تازه بهتر شدم. برم ببینم برنجا پخته شده یا نه و بعدش دیگه اگه شد یه مرغی گوشتی چیزی هم بیارم. سلام
سلام و درود. از 10 دقیقه یک رو بعد رفتم یه تخم مرغ پختم و یه چند تا گوشتم پیدا شد. چون گوشت خیلی دوست ندارم این به درد نمیخورد. بعد تیکه تیکش کنم و الان اینو تیکه تیکه کنم دیگه همه چیز آماده است جز برنجمون. بعد ببینم چی میشه. البته بعد قیچی می آوردم. بعد از مامانم پرسیدم شفته چیه؟ شفته بود نه شفته. پرسیدم چیه و اینا، گفتش انقدر باید آب بریزی توی اون برنجا تا اونجوری که میخوام بشه. من زیرشو کم کرده بودم، فکر کرده بودم اونجوری خمیر میشه. همین یکم طول کشید. الان همه چیز آماده است. اینا رو بذارم این تو. الان اینجا گوشتمونه. همه باید با هم مخلوط شن بالاخره دیگه. میچینیمشون اینجا برای اینکه وقتی خواستیم برنجمون رو آوردیم قشنگ این رو باید خالی باشه. امیدوارم فهمیده باشید چی میگم. خب اینم آماده شد. الان ما میدونیم مشکل اساسی اینه که یه جایی عجله داریم بعد بریم و اینا نمیدونم واقعا چجوری الان جدا میشه. میخوام دایرهشون کنم. مثلا باید جلبک میبود، کار اشتباهی کردم. یه فیلمی بود ولی این خیارا رو انگار این جلبک کرد. دستامو شستم. اینجا رو یکم خیس میکنیم همونجوری که اینجا رو خیس میکنم. اون فیلمی که اول ویدیو بهتون گفتم میذارم آموزشش، اونو الان میذارم ببینید. این رو هم باید پاره کنیم. بعد فیلم رو دیده باشید، نمیدونم شاید هنوز دارید میبینید. و اینو من گذاشتم. بعد اینم خیس کنیم. زیرشو میذارم بچسبه. من فکر میکنم بعد روغن میزدم ولی تو فیلم که الان دیدین آب زد. شاید من یادم رفته، شاید هم چیزی از قلم انداختم، نمیدونم. استرسی رو دارم فقط کنده نشه. اون یه بزرگترین استرسمه. بزرگترین مشکلم که الان عجله این که میخواستیم بریم جایی بود. این یه قاشق میریزم امتحان میکنم. اصلا نمیریزه. ایسته ببینم. اوه نه میشه. خواستم اینجوری کنم دیدم دستان. ممنون خدایا. پس نتیجه میگیریم که اگر یکم بیشترم خیس باشه اشکال نداره.
2,000 years later. اول اینا رو میچینم. نمیدونم دیگه، هر چی که میخواد بشه. میگم شاید اینا رو بچینم بهتر باشه. چندش Game over. همه چیم درست بود. البته همینجوری هم میشه خورد، ولی اونجوری یه چیز دیگه ای بود. همینجوری هم میشه خورده. تستش کرد. میز رو چیکار کنم؟ میز. سلام عزیزان، ما از بیرون برگشتیم و انگار رفته بودیم بیرون. تصمیم گرفتم اینجوری بخورم اینا رو. جوری دیگه اصلا چاره جز این ندارم. به نظر اونقدر خاص نیست. بچه اینو همشو خودم باید بخورم، یعنی کسی دیگه فکر نمی کنم داوطلب شه. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. منتظر قسمت بعدی این ویدیو باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.